روند واگذاری ده‌ها معدن به شرکت استرالیایی در یک سند 11 صفحه‌ای همراه با یک ورق ضمیمه آن امضا شده است. در این سند آمده است که شرکت فورتسکیو فیوچر در اکتشاف، استخراج و توسعه معادن دست باز دارد و حکومت مکلف است برای این شرکت و شرکت‌های وابسته آن زمین مورد نیاز را برای هر پروژه فراهم کند. در ضمیمه سند چارچوب توافق استخراج معادن آمده است که حکومت افغانستان ساحه‌های مشخص شده از سنگ آهن را در ولایت‌های بامیان، پنجشیر، هرات، بدخشان و کندهار، معدن مس و طلا را در ولایت‌های هلمند، کندهار، لوگر، کابل، هرات، بدخشان، تخار و سرپل و معدن لیتیم و فلزهای کمیاب را در ولایت‌های نورستان، کنر، لغمان، پروان، بدخشان، دایکندی، هرات، نیمروز، غزنی و هلمند به این شرکت واگذار خواهد کرد. به همین سان در بخش از این توافقنامه آمده است که دیگر مواد معدنی و سایت‌های معدن در سراسر کشور به مدت 5 سال در اختیار این شرکت قرار خواهد گرفت. در کل معدن‌های 17 ولایت کشور به شرکت استرالیایی واگذار خواهد شد. ممکن در یک ولایت معدن‌های گوناگون باشد، مانند هرات که هم مس دارد و هم آهن و لیتیم. محمد هارون چخانسوری وزیر معادن و پترولیم سند ماستری خود را از دانشگاه سیدنی استرالیا به دست آورده است و سند چارچوب توافق استخراج معادن را نیز با شرکت امضا کرده که مربوط کشور استرالیا می شود. تلویزیون یک پرسش‌های درباره جزئیات این سند از طریق واتساپ به این وزیر برحال کابینه ارسال کرد، اما آقای چخانسوری به هیچ پرسش ما پاسخ نداد. از سوی هم سخنگوی وزارت معادن از دادن هر گونه جزئیات درباره چگونگی توافق استخراج معدن‌ها با این شرکت استرالیایی خودداری کرده است. آمارهای اتاق صنایع و معادن نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران داخلی با تمام تهدیدهای امنیتی نزدیک به 220 کارخانه پروسس سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی را در کشور به بهره برداری سپرده، اما حالا قرارداد معدن به این شرکت‌ها داده نمی‌شود. سرمایه‌گذار افغانی آماده است سرمایه‌گذاری کنه. دولت ما را مجبور ساخت که فابریکه بسازن. ما فابریکه ساختیم، این معدن به ما قرارداد نمیده. قرارداد هیچ معدن نداره. همچنان در این سند آمده است که این شرکت استرالیایی در جریان مطالعات و از زمان پروژه های مرتبط مکلف به گرفتن جواز ویژه برای ساحه های معدن‌ها نیست و هیچ شخص و یا نهاد دیگر نمی توانند مجوز مربوط به پروژه های مدنی را برای مدت 5 سال به دست بگیرد. بر پایه این قرارداد هر گونه اقدام نظامی، درگیری مسلحانه، محاصره، تحریم، انقلاب، کودتا، شورش، اقدام هراس‌افکنانه و دیگر اقدام‌های اینچنینی یک رویداد سیاسی شمرده می شود و بر کار پروژه تاثیرگذار خواهد بود. این سند از سوی هارون چخانسوری وزیر معادن و پترولیم، عطاالله نصیب مسئول واحد تسهیل سرمایه‌گذاری و رئیس شرکت فورتسکیو امضا شده است. شرکت‌های زیاد داخلی در بخش کارخانه‌های پروسس معادن سرمایه‌گذاری کردند، اما یگانه مشکل فراراه کارشان در دسترس قرار نگرفتن معدن هاست. منصور احمدزی از 6 سال به این سو در انتظار عقد قرارداد معدن است، اما تا حال به این شرکت قرارداد هیچ معدن واگذار نشده است. در بخشای سنگای قیمتی هم هستم، در بخشای سنگای ساختمانی هم هستم، علاقمند هستم سرمایه گذاری کنم، اما متاسفانه فساد نه تنها در وزارت معدن پترولیم بلکه در تمام ادارات است فساد است. فساد بسیار مشکل کلان است. در پالوی زو در خود وزارت معدن پترولیم هم که من بینم ظرفیت کم است. افغانستان از واگذاری معدن‌ها به شرکت‌های خارجی تجربه چندان خوش ندارد. شرکت MCC چین در سال 2008 میلادی قرارداد مس عینک لوگر را به دست گرفت، اما این پروژه ناکام شد. حکومت افغانستان پس از واگذاری حوزه نفتی آمودریا به شرکت ملی نفت چین این قرارداد را دوباره فسخ کرد و نتوانست از این منبع نفتیش سود ببرد. به همین گونه قراردادهای طلای بدخشان و مس سرپل یکی پی دیگر فسخ شدند.